میخوام یک شنتل براتون مریمت کنم نیست در جهان. اول پیاز میزنیم، حالا نمک رو بهش اضافه میکنیم، ورز میدیم که تا آب پیاز در بیاد. نوبت چی؟ حالا شنسلا رو اضافه میکنیم. اول فلفل قرمز رو میریزیم، حالا ادویه ترکیبی توسی. حالا نوبت چیه؟ سس مایونز. حالا میریم برای ورز دادن. حالا که خوب مواد رفت به جسم شنسلا، فلفل دلمه رو اضافه میکنیم. حالا آب لیمو رو اضافه میکنیم. حالا ماشه بهش اضافه میکنیم. حالا نوبت امضای کار. حالا میره واسه یه روز استراحت که بعد سیخ بکشیم و یه جوجه خوب و مشتی بدیم خدمتتون.